سلام، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز قراره در کنار شما به اتفاق هم یکی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی گیلان رو درست کنیم. جای همتون خالی. دوستان شما به هم بگید رتبه اول تنوع غذایی تو کشور کدوم استان داره؟ اینو برام حتما کامنت کن. برای غذای امروز ما پیاز میخوایم. این غذا پیاز فراوون احتیاج داره. ران مرغ یا سینه مرغ، خود محلی‌ها از سینه مرغ استفاده میکنن. آلو میخوایم، آلو خورشتی میخوایم، آلو ترش میخوایم، برگ زردآلو یا قیسی، رب، آب لیمو و کشمش و یه مقدار ادویه که تو طول کار با هم دیگه میبینیمشون. 4 تا پیاز دارم من. پیازها رو تا اونجا که میتونید برش‌های نازک خلال کنید. یه سوال ازتون بپرسم، هر که این سوال جواب بده رسیپی 130 مدل سالاد رو از من رایگان دریافت میکنه. بازم چشم سوخت دوباره. به هم بگید بالاترین تنوع غذایی تو کدوم استان ایران وجود داره؟ مطالعه کنید بگید و همینجوری نگید. اگه جواب مشترک باشه به قید قرعه رسیپی 130 تا سالاد ایرانی و ملل رو به طور رایگان در اختیارش قرار میدم. در پیاز بذارید تا با بخار خودش کاملا نرم بشه. پیاز رو باید تقسیم بر 2 بکنیم. توی این فاصله که پیاز داره نرم میشه من از ران مرغ استفاده میکنم. میایم رون مرغامون رو تیکه میکنیم. میتونید درست استفاده کنید، میتونید تیکه کنید، فرق نمیکنه، یا از سینه استفاده کنید. نمک روی مرغا میپاچم و همینطور زیرشون. من اولین بار این غذا رو توی یکی از شهرهای گیلانی خوردم که توی یکی از مراسماتشون برامون آورده بودن و برام خیلی عجیب بود. تا چه غذایی تست نکرده بودم. از اون رو توی این فکر بودم که این غذا یه روز درست کنم و خدا قسمت کرد و امروز همون روز شد. حالا میرم سراغ زردچوبه. زردچوبم انقدر میریزم که قشنگ روی مرغم رو پوشش بدم باهاش. فلفل سیاه. حالا این مرغا رو قشنگ با دستتون ماساژش بدید تا قشنگ 3 تا ادویه که بهش زدیم جذب مرغ بشه. به نظر شخصی من ایران واقعا مهد غذاهای خوشمزه است. یعنی تو هر شهر از کشورمون که مراجعه کنی، شمال کشور، غرب کشور، جنوب کشور، شرق کشور، غذاهای منحصر به فرد با توجه به اقلیم و آب و هوای خودشون رو دارن و یکی از یکی خوشمزه تر. و خبر خوب اینه که میخوام به ترتیب از 4 گوشه کشورمون، از شهرهای مختلف، از هموطنای عزیزمون غذاهای خوب و سنتیشون رو براتون بذارم. ببین دوستان، پیاز من کاملا سبک شده. تو دستور پختش و از اون دوست عزیزم توی گیلان من پرسیدم، این همشهره عزیزمون پیاز رو کاملا کاراملی میکنن و یه جور اصلا سوخته است پیازه و میگم باید اینجوری باشه. اما من این اشتباهه، چون وقتی پیاز به اون شکل در بیاد دیگه خاصیتی نداره. پیاز وقتی که تمام آب میون بافتیش از دست میده شل میشه، ولو میشه. به نظر شخصی من پیاز کاراملی نه تنها منفعت نداره بلکه کلی هم ضرر برای بدن داره. اگه تو دوست گلم میگی نه حرف من اشتباهه، برام کامنت بذار و منو قانع کن که چرا میگی پیاز کاراملی خوبه. من تو همین مقطع برش میدارم، تقسیم بر 2 میکنم چون باش کار داریم. باش نصف پیازمو میذارم کنار. حالا مرغی رو که مزه‌دار کردم و میذارم تا با پیازم کاملا با هم دیگه بپزن. تو دستور پخت اصلی تو این مرحله میگه که نصف لیوان هم آب یا 1 لیوان آب هم بهش اضافه کن تا مرغ بپزه. اما من میگم نیازی به آب دیگه نداره. درشو میذارم چون آب رقیقش میکنه و طعم‌ها رو خیلی ضعیف میکنه. اما زیرشو کم میکنم و اجازه‌ام 1 ساعت با در بسته. بچه‌ها هم پیاز ما آب داره الان، هم مرغمون آب داره. نیازی به ریختن آب اضافی تر نیستش. اما شما دوست داشتید بهش آب اضافه کنید، ولی من اضافه نمی‌کنم. زیرشو کم میکنم، 1 ساعت میره برای پخت. بریم برای درست کردن مواد اصلیش. داخل تابه حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن اضافه کنید. حالا بقیه پیازها رو منتقل کنید به داخل تابه.
توی مرحله ما آلوهایی که داریم گفتم برگه زردآلو، آلو قیسی، آلو خورشتی و آلو ترش. حالا اگه یکی دوتاش هم نبود خیلی ایراد نداره. این غذا همونجا اسمش پیداست غذای شیرینی هستش. پس اگر ذائقه شما به شیرینی خوب نیستش از درست کردنش صرف نظر کنید، چون لذتش به همین شیرین قاطق بودنش هست. حالا ما آلوهامی که ترکیب کردیم من گذاشتم خیس خوردن، حالا اضافه میکنم به پیازمون و حالا اجازه میدم یه مقدار آلو با پیازم نرم بشه و سبک بشه. یه چیز خیلی جالب بچه‌ها، فیلمبردار من الان داره میخنده، میگه چرا تو این ظرف و ظرف خوشگل بذار. آقا ما با هم نداریم، ما خودمونی هستیم، هر چی که دم دستمون هست استفاده میکنیم. قرار نیست که هر آشپزی برم ظرفای آنچنانی بخرم که میگم واه چه ظرفایی داره طرف. نه، ما با هم راحتیم، هر چی که دم دستمون باشه رو درست میکنیم. خیلی خوب، کشمش دارم، رب دارم و آب لیمو ترش. یه مقدار که نرم شد بهش نصف قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم، فلفل قرمز 1/3. پس فقط شد ادویه‌مون زردچوبه و فلفل. حالا بعضی از دوستان هستن که خب تبحر خاص آشپزی دارن، من اینقدر ماهر نیستم. حالا میان پودر سه اضافه میکنن، زیره میزنن، نمیدونم و نه بچه‌ها، اصالت غذای سنتی رو خراب نکنیم، همون سیکس رو درست بکنیم. شاید من هم اشتباه درست کردم. اگه تو عزیزانمون دوستانی هستن که این غذا رو کاملا میشناسن و مال شمال هستن، ممنون میشم رسیپی دقیق ترش رو برام تو کامنت بنویسید که هم من استفاده کنم هم همه دوستان. خیلی خوب، حالا موقع اضافه کردن ربمون هستش. 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی. این وسط ربمو تفت میدم تا رنگش رو متساعد کنه و بوی خامیش گرفته بشه. بعد به بقیه مواد هم اضافهش میکنم. حالا 2 قاشق غذاخوری آب لیمو ترش اینم اضافه کنید بهش. یه تفت 1 دقیقه بهش بدید. نمک به میزان دلخواه. این که میگم دلخواه بچه‌ها، یکی شور دوست داره، یکی بی نمک دوست داره. میزانم دست خودتون باشه دیگه، اذیت هم نکنید دیگه. خیلی خوب، حالا تو مرحله آخر پختی که میخوایم بهش اضافه کنیم میایم کشمش اضافه میکنیم. من تقریبا حدود 1/2 پیمانه هم بهش کشمش پلویی اضافه میکنم. وقتی هم کشمش اضافه کردم 1 دقیقه بعد 1 لیوان آبش اضافه میکنم بهش. حالا زیرش رو کم میکنم، درش رو میذارم، 10 دقیقه میذارم اجازه پخت میدم تا هم آلوهام نرم شه هم کشمشام و این چند تا مواد ساده خوشمزه به خورد هم برن. بعد میریم سراغ مرغ. خب بچه‌ها، این سس ما که قراره اضافهش کنیم به مرغامون. حالا این طرف چی داریم؟ اینم مرغمون. حالا ما این سس رو میاریم اینجا و خالی میکنیم روی مرغمون. الان مرغ ما پخته دقیقا. خب سس رو آماده است. زیرش رو کم کنید. اجازه میدیم 10 تا 15 دقیقه دیگه با هم دیگه با شعله کم و در رو بسته بپزن. مزه‌ها ترکیب میشن. باورتون نمیشه چه عطر غذا اینجا رو برداشته. واقعا دم همتون گمگینه. یه خوشمرام و خوش غذا. بریم برای سروش برگردیم. خب دوستای گلم، اینم نتیجه غذای امروز ما. شیرین قاطق گیلانی. رنگ رو نگاه کنید، عطرش که دیگه نگم براتون. مگر میشه یه همچین خورشت خوشمزه‌ای باشه و بدون کته شمالی پلا کباب؟ میریم سراغ پلا کباب. اینم یه پلا کباب خوشمزه و جذاب تقدیم به نگاه تک تک شما عزیزای گلم. اگه خوشت اومد، اگه دوست داشتی، ممنون میشم بچه‌ها لایک و کامنت فراموش نشه. نظرتون برام خیلی مهمه. نظرتون رو برام بنویسید. واقعا اگر شهر شما غذای سنتی خاصی رو داره حتما برام کامنت کنید. رسیپیش هم بگید، من انجام وظیفه میکنم. رسیپی از شما، پختش از من. دوستتون دارم. تا آموزش بعد، خداحافظ.